جوانزنی که میخواست با پرتافتن خود از آشیانه هفتم بینای دانشگاهی کولاب خودکشی کند بر رادیوی آزادی حادثه را شرح داد. من فکر کردم که همین دانشگاه بلنده مثال. با گفته خوشنوده 18 ساله که خواست چهرهش پنهان ماند، آن روز افسرده حال بود. زندگی 50 روزه بی سر و سامان در خانه خسر و خوشدامن داشت. من گوشش میترسیدم. خمیر کردن نمیتونستم، نوپخته نمیتونستم. همقدر که دیگه کارا را میتونستم، ایوده دیگه کارا میبرمدم تا همین دکارا نمیتونستم. خیلی چپ میگرفتن، مثال که ناوهده برا میگفتن خیلی تا چند که تنم زن دیگه ندانستم کدام راه را انتخاب کنم. عقیده اقربات درباره خوشنوده به افکار شوهرش تأثیر کرد. گفته شوهرم که مثال یک زنی نشیدی که مادر اومده بگه که خیلی رحمت به پدرت، مثال رحمت به پدر مادر همی زند. خوشنوده میگوید که از روز تولد خاله‌اش او را در کلاب به وای رسانده است. با وجود آن که مادرش زنده است، در دوشنبه زندگی میکند، خود را صغیره میدانست. با خاطر صغیره بودنم خیلی مثال گفتم که خیلی ایوده که در خانه خالم هستم تست شروع کنم، مثال پای زندگی خیلی باشم. همه خیلی فکر کردم که نفهمیدم که آینده مثال خیلی میشه. خیلی یک باره مناسبت شوهرش با او تغییر میافت و با گفت و گذارش او را می آزرد. باید زن شوهرش باید زن بوده زن جنتی میشه و هم خیلی ایگه پاره شوهر میگه هم خیلی گپاره. راستی که بکا جان شما دوست میدون نگشتم نگرفتم خیلی من دیدگی نبودم وقتش ده بیگانه بود حیات من دوست میدارم منی که خیلی رسکی نشوه چیکار کنم چون ایدست من یگان چی نمیه که من بچه رو ببستم خونم. خوشنوده وقتی در راهروی دانشگاه برای خودکشی به طبقه بالاتر می برآمد، خیال شوهرش را داشت. برای شوهرم فکر کنم که خطیم زندگی کنه دیگه پسان یگان چی فکر نکردم. من اگر مثال ترس می داشتم مثال نمایش می دادم خدمه که می پرتم بعدی که نمی پرتافتم این خیلی در سرم فکر کنم. با گفته خوشنوده والدین شوهر دوباره برگشتن او را به پیش پسرشان نمیخواستند. شوهرش با او گپ نمیزد. اقربای خودش از ننگی بیوه نامیدن دخترشان او را مجبور میکردند به خانه شوهر برگردد. دیگه هیچی را فکر نکردم، یگان طرف من فکر نکردم، گفتم میرم همین کارا میکنم. راست که شوم در برم نباشه مثال یگان کسی که نباشه که مثال پدرش کم کنه خیال که نباشه. من آرزو عاریپوف معلم دانشگاه کولاب داد و فریاد را شنیده بر راهرو برآمده خوشنوده را دیده است که با چشم اشکبار از آشیانه هفتم آویزان است. آرزو میگوید خوشنوده را تلقین کرد دستش را رها نکند. با او گپ میزد و آهسته آهسته نزدیک میشد. خوشنوده از رایش نمیگشت. قدم نزدیک شده. اقربای دولتبکی سید معروف شوهر خوشنوده بر رادیو آزادی گفتند کلی نشان بیماری روحی دارد. دیگر او را قبول نمی کنند و از خویشاوندان خوشنوده تقاضا دارند 10,000 سامانی خرج توی را برگردانند. داجه من خواستم برآمده من تهمت کردن که سومی بچه من دزدیده. اما اگر من سوم گرفتم من برای چیز رو گوشواری خود مجبور میشیدم که میفروختم. من چیزا ما فروختم خواستم رفتم دوشنبه پیش چم رفتم. پلیس شهر کولاب گفته است با تقاضای پیوندان خوشنوده پرونده جنایی باز نکرده است. حالا خوشنوده در وضع بد روانی قرار دارد و میگوید هنوز از مقصد خودکشی دست نکشیده است چون که آینده برای زیستن ندارد. فکر کنم که با میرم خدا میپردم باید نمیگرفتم.